به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعت می‌یابد. در این ردیف در جماعت دیهاتی نوگیلم بنیادکاری‌ها بیش از پیش تقویت می‌یابد و در عملی شوی سلسله اقدامات بنیادکارانه ساکنان دیهات و صاحبکاران وطنی سهمگذاری می‌نمایند. صاحبکاران احسانکار و مردمی آبادگری نوگیلم جواباً به غمخوری‌های روزافزون راهبریت دولت و حکومت کارهای سازندگی و آبادانی را در مؤسسه‌های معارف و تندرستی و هم تعمیر و آبادانی راه‌های داخلی محلی اهلانه و دستجمعانه وسعت می‌بخشند. تشبث و اقدامات سازنده مردم دیها، سهمگذاری صاحبکاران سخاوتپیشه و سعی و کوشش و سهم ساکنان آبادکار دیها در حل مهمترین مشکلات اجتماعی و آبادانی محلی زیست شایسته تحسین است. ساکنان جماعت دیهات نوگیلم اقدام‌های پیشگرفته پیشوای معظم ملت را 100% دستگیری نموده برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی با دستگیری صاحبکاران محلی و ساکنان دیهات راه‌های داخلی و مرکزی جماعت دیهات نوگیلم زیاده از 30 کیلومتر را اسفالت‌پوش نموده ایستادند. امروز ما بانوان و مادران دیهات تصمیم گرفتیم مبلغ‌های به سفر حج جمع آورده شده را برای آبادی دیهات صرف نماییم. در دایره آمادگی‌ها به جشن تاریخی در دیه نوگیلم تعمیر و ازنفسازی و منفرش کردن راه‌های داخلی محل‌ها ادامه دارد. از جمله چندی از ساکنان محله به نام وهابوی جماعت دیهاتی نوگیلم تصمیم گرفتند که مبلغ به نیت حج پسنداز نموده خود را برای آبادی راه‌های دیه خرج نمایند. این تشبث و اقدامات سازنده از جانب ساکنان آبادکار دیه صاحبکاران وطندوست و سخاوتپیشه دستگیری یافت و دستجمعانه منفرش کردن راه‌های داخلی دیه آغاز گردید. از حساب مبلغ‌های جمع آورده شده امروز ساکنان محله ددخان وهابوی جماعت دیهات نوگیلم زیاده از 4 کیلومتر راه‌های داخلی محله را منفرش نموده ایستادند و ما تصمیم گرفتیم تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تمام کوچه و راه‌های داخلی و مرکزی جماعت دیهات نوگیلم را پر را منفرش نماییم. با این دستاوردهای نظر مردم وطندوست جماعت دیهات نوگیلم برای سزاوار پیشواز گرفتن استقلالیت دولتی سهم خود را می‌گذارند. جایز ذکر است که در تشکیل و پیشبرد کارها در سمت ازنفسازی و منفرش‌کنی راه مرکزی و محله‌ها در برابر صاحبکاران اعضای هر یک عائله و خانواده به قدر امکان و توان مساعدت و سهمگذاری دارند. مؤسسه نگهداری راه‌های اتومبیلی شهر با سفربرنامه‌ای تکنیک و تجهیزات و کارمندان بهر صفتاً اجرا نمودن کارها مساعدت نموده نیت دارند منفرش‌کنی راه و کوچه‌ها را روزهای نزدیک به انجام رسانند. باید تذکر داد که در شهر و دیهات اسفره تعمیر و تجدید و نوسازی راه‌ها در تمام شهرک و دیهات به راه مانده شده. امروزها این اقدام در راه‌های مرکزی شهر نیز عملی می‌گردد. منفرش‌کنی راه کوچه‌های به نام عبدالرحمن جامی و باباجان غفورов شهر آغاز گردیده به این مقصد زیاده از 3 میلیون سومانی روانه کرده خواهد شد. قبل از آغاز کارهای منفرش‌کنی طول 2 ماه از جانب متخصصان در کوچه‌های ذکر شده قبورهای آب و تشناب به مبلغ 400,000 سومانی نو کرده شده است. بنا به اطلاع مسئولین تنها دوام سال جاری در شهر زیاده از 28 کیلومتر راه‌ها پوره منفرش کرده شده است و این روند با سرعت ادامه دارد. همه گفته‌های بالا دلیل روشن آن است که مردم شهر و دیهات اسفره با استقلالیت دولتی و صاحب اختیاری ملی خود افتخار داشته عزمشان در سمت تحکیم بخشیدن اقتدار مملکت رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردانیدن دیار استوار است. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار.